چالش نوبتی خودخوری با دختران اینستا دیوچکای دوشنبه انیسا بانو، منیژا بانو و نصیبه بانو و یاسومن امروز در چالش اشتراک میکنند. مقام اول 150 سومون، مقام دوم 100 سومون و مقام سوم 50 سومون. با شما موفقیت. 1 2 شروع کردیم. می‌گذار برای همه را تونستن که ایشا برای شناس کنید. ما در این مدت 1 سال شما را تماشا کردیم که شما سزاوار این همه جایزه نکه از نامی فریکین و شما همچون یک بلاگری سال کدام وقتی که سرطان کون میخورد همینجا میدروین شما در زیلونی در آدم کرد همینجا در چیزی میخورین به پول اینا دوستان عزیز ما هم صاحب جایزه شده و از همه مهمش این نیست. مهم این است که طول 1 سال تمامی به پول. تشکر. همش با دستگیری شما دوستان عزیز. صحت و سربلند باشید و امروز 31 دکتر سال نو را به شما مبارک باد. به خانه شما فیض و برکت آرزو دارم. خدا نگهبانتان باشه. چالش نوبتی خودخوری با دختران اینستا دیوچکای دوشنبه روزی زور میگذره. خدا که چقدر میخرن دخترها را ما دیدگی نیستم اما از شما هم میبینه. بچه ها هیچ چند پیش دخترها همیتا میتخونن خود میکنن اینجا که که خودش حال کنن. اینا دوستان عزیز ما با خدا خانه فریکینگ رفته ایستاده ایم. چالش نوبتی خدا با همراه دخترها. بعداً این دوستان عزیز ما در خودخانه فریکینگ حضور داریم. اینا چالش نوبتی با دختران دوسترویه خودخوری مقام اول رو در اونجا انتخاب بکنیم و اینها موفق‌تر و سربلندی اینستا دیوچکای دوشنبه. دوستان عزیز ما در فریکینگ حضور داریم. به حد خوشحالم که روزی 31 دکتر چالش دختران توری اومد. برای همین بعد سالی نو رو مبارک باز میگویم و میخوام همشون جای یکون بگیرم ولی آرتا شاشی سر عبد خورد شاشی سر این کس میگویم تا حتی ما اسب رو هم میخورم. این کس میگویم فیل در پیش من هیچ چیز در وقت خوردن. شما چی را میخورید؟ شیر پلنگ. شیر پلنگ. انا منیژا بانوی ما فقط در کامل مراد سیاست میکردن. اینا دیدیم رو پرو آمدیم با همه شما موفقیت سربلندی. باور کنه بچه ها دستگیری کنه دخترکو را با پیشرویشونه. هیچ وقت کامنتی بزیب ننویسین. اینا هم مثل خواهران شما هستند. چی در کار کامنت های بزیب؟ این یک خورسندی است. انا که تلفوناتون هم موندین؟ تلفون های موندین دخترکوی عزیز. روزی انا شروع شده ایستاده از خودخوری دخترانی زیبای اینستا. 4 نفر 4 تریاکا و 4 سالفیتکا و 4 نمود آب با خواهش خودشون. اسم شریف شما؟ انیسا. اسم شما؟ منیژا. نصیبه. یاسومن. با همه شما موفقیتی آرزو دارم. اکای اساجون خودکو رو بودیم. دست تو قبل اولاد کام یولی مایده. انا آدمای گوشنه را میبینیم. خودک 30 سانتی متر بود است ولی در حجم از پیش خیلی بوده. اینجا جای سراسیمگی ندارد. خواهش میکنم بعد از اون اینا دوستان عزیز چالش امروزه خودک با همراه دخترکانی دوست روی یکی اینستا با اینو موفقیت و سربلندی. اسم شریف شما؟ انیسا بانو، منیژا بانو و نصیبه بانو و یاسومن امروز در چالش اشتراک میکنند. مقام اول 150 سومون، مقام دوم 100 سومون و مقام سوم 50 سومون. حاضر شروع میکنیم چالش رو. شما تیاره؟ بله. و سر و سیمان شوید تست کنید. اینا
جای سرسیمگی نیست وقت و ساعت نیست با حضور خوردن گیره کسی که در اینجا نگاه نمیکنن شما ایزو نکشید اینا اکوای شما دادارو شما با شما موفقیت 1 2 شروع کردیم سرسیمه نشوید خوارونی عزیز میتونید رنگ قروتا و مناله کنید مالی سالفیتکه اکجون حضور زیاد که اینجا سالفیتکه به زیاد نصیبه بونو اونجا خودش اوبرینر برای که شب جلوتکه رو به حدمش داده است انیسه بونو شمایم خیلی نازک میتوبید منی جبونو همتون سرسیمه نشوید اوسته سرسیمه نه اینجا سرسیمه ولی یک ساعت میخورم چایی دخترهای دروازه چکنه باید انیسه بونو حرکت کردن ولی بکسوت کرده ایستادن نامعلوم در چند پاییزه 5 پاییز خودک مونده است ولی تا حال بکسوت منیجه بونو آفرین منیجه بونو خیلی از موی سیدی برای انتظار بودن خودک را و انا نصیبه بونو رو بینید نصیبه بونو با این تن و توشش این خودک رو مثل یک خروطک ناله کرده یا بچه من نشالی که اینک معلوم است که حاضر خیلی یا سمین بانو از بازی برآمدن 3 نفر دیگر با جای یکم دویم و سیوم حرکت کرده ایستادن کی میدوند از یکی این معلوم است که نصیبه مقام اول رو میگیره چی نگاه کنید خدا خوشه 5 پاییزش مونه منیجه بانو معلوم است که جای دویم رو میگیره معلوم است ولی حالی همه چی از پیش ناامید نمیشویم برای اکای اسد مینادور تیمو رو در اینجا اجازه دادن که در اینجا چلنج ها بگذارم مینادور اکای اسد و برای اکای فیردوس همچنین هم مینادور خود رو بیان میکنم که خودکای با مزه و با لذت رو با همو آفرین نصیبه مقام اولی ما رو گرفت خودک نیست آفرین ملادس خیلی و شما هم تموم بس کرده و منیجه بانو مقام دویمی ما رو گرفت خیلی کم مونده است و انیسه بانوی ما مقام سیمی ما رو گرفته ایستادن برای آن که یک قبچه دیگرش مونده است انیسه بانو منیجه بانو و نصیبه و یاسمین با شما خیلی در چلنج های آینده موفقیت سربلندی اینک معلوم شد که جای یکم رو نصیبه گرفت بله و جای دویم رو منیجه بانو گرفتن و جای سیم رو انیسه بانو و یاسمینی ما جای چهارم شد آفرین با همین اشتراک شما من به شما تن دادم آفرین دخترای هم میتونستن که از بچه ها زورتر باشن باور کنید این چلنج خیلی با من معقول اومد خیلی روزی هم از این چلنج شما چه گفتنید خیلی خدا بامزه بله بامزه بود خدا همه گون که دروازی ها با پیش همه وقت غالبی این چلنج دروازی ها با پیش گفتن خواهد وقتی جایزه سپاری مبلغ شد مقام اولی ما گفتیم 150 سومون میگیرد 1 2 3 4 5 150 سومون و نصیبه آفرین مقام اول رو در چلنج نوبتی در بین دختران این دوشنبه گرفتن آفرین با شما موفقیت و سربلندی نصیبه بانو 100 سومون مقام دویمی ما منیجه بانو آفرین با شما موفقیت سربلندی یک شبت برای دختران و مقام سیمی ما انیسه بانو 50 سومون ولی 50 سومون نه این خیلی میکنیم 1 2 3 4 80 سومون به انیسه بانو میکنیم و شما موفقیت و سربلندی حتما 100% کنید دختر رو ده و من هم همچنین و برای این که ما گفتیم خیلی 60 سومون ناامید نشوند و جای چهارم ما 60 سومون یاسمین دوستان عزیز چالش های آینده را از دست ندین مقصد من خرسندی انمین کودکان است و جذب نمودن برای ورزش و سپورت این خرسندی رو کنید لبخند میزنن این یک نعمت بزرگ است و ما شما موفقیت و سربلندی تاجیکستان آفرین چپا تشکر باشم اکای سعید جون غفور نمی جایزه دسته بله
این جایزه برای خطه اکا مدت یک سال اکا ما در اینستاگرام شما را تماشا میکنیم شما در مدت یک سال تونستین نشان بدین کروک نمونه جوانان دخترها بچه هاست همه را شما تونستین جمع کنیم همه را تونستین که ایشه باید شناس کنیم ما در همین مدت یک سال ما شما را تماشا کردیم اکا شما سزاوار این همی جایزه این اکا از نامی فریکینگ و شما همچون یک بلوگی سال در این تلفاق داریم با یک توفای دیگه توفای دیگه دارم زلاتای کارت فریکینگ اکا چیه؟ کدام وقتی که سرتان تون میخوره همینجا میدروین شما در زیبانی دراغ اکا همینجا در چیزی میخورین به پول تشکر دوستان عزیز تشکر اکای اسد با شما تشکر که قدر میکنید مرا شما مرا یک کم طرف خیلی احساس ما بیدار کردیم در همین کار کسب خودم در توستا تشکر احساس ما بیدار کردیم رحمت کلام سلامت باشید اکا خیلی قدیمان خیلی گوتی روسو تروگاتیلنی یکی اینش معقول‌تر شد همین نشانت یک کورتیسول یک سال به پول من میخورم و انا این رو ما از اکای اسد قبول کردیم و تشکر و منتداری خود رو بیان میکنم که ما رو اجازه دادن و با همه شما موفقیت و سربلندی دوستان عزیز ما رو قدر میکنم تشکر سلامت باشید تشکر دخترای میدونی یا چی گفتن میگن که آینده اقلا یتای دیگه خدا کنن که همین کار نتین یکون روز یتای بیاین همین 4 نفره بگن یتایشون میتین یک بار همشون میتین چی با؟ صوف کرد خیلی مایدان شده انا ای صوفا انا هم تو بگیرید هم خورسندی لبخندی دختران رو به دست آورده سلامت باشه